این تکنیک منه برای اینکه توی شرایط سختی و شرایط دلهره‌آور و استرسیه خودمو که حل کننده مسئله است بالا نگرانی دارم. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. من نوید نقوی هستم و این ویدیوها رو درست میکنم اول برای خودم که به خودم اثبات کنم من آدم متعهدی هستم و یک کار رو مستمر انجام میدم، و دوم این که ولی به یک نفر از شما عزیزان کمک کنه برای اینکه انگیزه بگیره، الهام بگیره، امید بگیره که زندگیش رو ببره جلو. توی این تاپ 10 که امروز همراهتون هستم چند تا از تکنیک هایی که خودم استفاده میکنم و یادش گرفتم برای اینکه به کارش بگیرم برای شما عزیزان شیر میکنم. نگاه کنین، حالشو ببرین. قانون اول اینه که تقویم بساز. ما چیزی که وجود داره اینه که تقویم برای کارمون نشان دهنده آینده‌مونه. اگر که تو برای هر کاری تو تقویمت جایی باز بکنی حتما اون کار جدیه. من میخوام پولدار بشم، تو کجای برنامه روزانت هست؟ من میخوام آدم بهتری با شخصیت تری بشم. دقیقا چی کار میخوای بکنی؟ این یکی از چیزایی که تو کوچینگ خیلی خوب در موردش صحبت میکنن که اگر تعهدی جزئی باشه قابل اجراست. این راه پشت سر من نگاه کنید. من میگم که من تا این راه میخوام برم، اما اگر که قدم های کوچیک این اسمال استپا رو بر ندارم آیا بهش میرسم؟ نه. پس تقویمت رو بهم نشون بده، آیندهت معلوم میشه. ما درس دوم اینه که تو باید مارکتینگ یاد بگیری. برای کاری که داری انجام میدی، برای بیزنسی که داری ران میکنی، تو به عنوان یک کسی که میخوای کارآفرین باشی و رشد بکنی باید یاد بگیری که چجوری آدم ها رو متقاعد بکنی برای بحث فروش. به کی چه چیزی رو میخوای بفروشی؟ سوال مهم بعدی چرا باید از تو بخره؟ تو وقتی این سوالا رو از خودت تکرار میکنی و با خودت از خودت میپرسی حتما جوابش بهتر خواهد بود. نگاه کنید توی این وایسی که الان براتون میگذارم من به طور واضح یه سوال رو پرسیدم و اون سوال واضح کمک کرده که اول خودم شفاف بشم که دقیقاً گیر من چیه، چی کار باید بکنم توی مارکتینگ این موضوع، و دو اینکه طرف مقابلم که منتور من هست اون هم میدونه چه پاسخی باید به من بده. سوال اینه خب یکی از راه های مارکتینگ و فروش، ببخشید کفش رفته بی خیال نمیشه این سنگریزه هست، یکی از راه های مارکتینگ بحث پارتنرشیپه. تو بتونی با مجموعه های دیگه تعاملی بکنی که با کمک اونو بفروشی، به اونو پورسانت بدی. این توضیح ساده و یک خطیشه. بچه فقط یه نکته در مورد این سنگ هست، اونم اینه که سنگای ریز رو از کفش زندگیتون و کفش ذهنتون در بیارین. ولی همونجوری که نمیتونیم ما راه بریم با یه کفش، با یه دونه کفشی که توش سنگه، وقتی هم که توی کفش ذهنت سنگ باشه تو طی مسیرت اذیتت میکنه. خب پس سوالتو واضح کن که دقیقاً به چه کسی چه سرویسی رو میخوای بدی و چرا باید از تو بخره. درس سوم این که از کامفورت زونت، اون نقطه امنت، دایره امنت خارج شو. همه ما یه دایره امنی داریم که توش خوشحالیم، شادیم، راحت زندگی میکنیم بی درد سر. کسی کارمون نداره، آسه وارو آسه بیاز که گرگ شاخت نزن است. من نوید نقوی رو دارم، تو هم عزیزی که این ویدیو رو داری میبینی حتما داری. اما چه کاری کار درستیه؟ کار درستیه
که برای تو چالش و کشش بیاره. ببین تو تا زمانی که کارهای قدیمی تو انجام بدی نتایج قبلیت هم به دست میاری، ولی وقتی شروع کنی انجام دادن کارهای جدید، انجام دادن کارهایی که برای چالش برانگیزه، اگر هوا سرده یه ذره اشکالی که نداره، یه ذره تنتو به سرما بده. اگر که اصلا از آب سرد، از دوش آب سرد میترسی، اشکالی نداره که برو زیر دوش آب سرد، برو یه جایی که آب سرده و خودتو توی این سختی ها بنداز، برای اینکه تا کشش نباشه کوشش نیست. اما قانون چهارم، احساساتت و انگیزت توجه کن. یکی از چیزایی که کارآفرینا بهش دقت نمی‌کنن اینه که فکر نمی‌کنن که همون جوری که بیزنسشون نیازه به بازیابی و دقت داره، روح و احساساتشون هم این نیازو داره. باید بخشی از وقتشون رو برای احساساتشون و برای عواطفشون بذارند. در نتیجه خب از نظر روانشناسی مشکلات مختلفی براشون پیش میاد. افسردگی میگیرند، نمیدونم افسردگی شغلی میگیرن، چیزای مختلفی که در اثر توجه نکردن و به بعد روحشونه. برای همین جوری باید آدم منیج بکنه در عین اینکه دنیاش جلو میره معنویاتش، بسای روحیاتش هم ارتقا پیدا کنه. قانون بعدی ما چیه؟ اینکه استمرار داشته باش. ببین بچه ها، هر چیزی از استمرار رشد میکنه. گر کنی هر روز از چاهی کمی، عاقبت آید از آن برون یمی. یه دریاچه، یه دریایی از اون بیرون میاد اگر که تو یه کار رو به صورت مستمر همینجور هی انجامش بدی و انجامش بدی و انجامش بدی. تمام ما بچه ها چیزایی داریم که محدود کننده، افراد محدود کننده، افکار محدود کننده. آدم حرفه‌ای کسیه که اینا رو میشناسه و جلوگیری میکنه ازشون. اگر که تو نتونی این افکار رو منیج بکنی، اگر که تو نتونی این افراد رو منیج بکنی، تبدیل میشن به بدترین دشمنت و به بزرگترین دشمنت. به خاطر همین این محدودیت ها رو بشناس و جلوشون رو بگیر. الان که من این ویدیوها رو مثلا براتون دارم میگیرم، اینجوریه که این بحث استمرار رو دارم با خودم دوره میکنم. این بچه یه چیزی که وجود داره اینه که ما این کارهای ساده ای که تو لانگ ترم انجام میدیم نتیجه بر ما درست میکنه، نه کارهای بزرگ و کارهای عجیب و غریب که فقط یه بار انجام شده. آره بعضی موقع یه سری کارا ترس ما رو میریزه یک بار انجام دادنشم، ولی چیزی که وجود داره اینه که کارهایی که تو جرأت میکنی و مستمر انجامشون میدی آینده تو رو تضمین میکنه. تا اینجا 7 قانون رو صحبت کردیم که چه جوری میتونه به تو موفقیت حالی بده و موفقیت مالی بده. خب من برم، جلسم شروع شده. سلام بچه خودم. بچه این ویدیوها واسه اینه که ما یاد بگیریم چه جوری توی شرایط سخت امیدمون رو نگه داریم. امیدوارم حالش برده باشین.